دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم که هر جای دنیا هستی حالتون خوب باشه. یه چهارشنبه دیگه است و طبق معموله که چهارشنبه ها ما شروع کردیم که لایو داشته باشیم با همکار عزیزم فاتی جون. و الان من فاتی جون رو دعوت میکنم، براشون ریکوست میفرستم که بیان تشریف بیارن. خوش اومدین، خیلی خوش اومدین. دعوت فرستادم. امروز میخوام راجع به این حرف بزنیم که چطور میشه به این بیزنس کار اینترنتی ما یا اصلا هر بیزنس دیگه ای اعتماد کرد. چه نکاتی رو. درود فاتی جون، من برای شما ریکوست فرستادم. خوشگلم. دوباره میفرستم. برات فرستادم. خوشگلم. چه نکتهایی رو باید در نظر بگیریم و چه چیزایی رو باید بررسی کنیم؟ راجع به این موضوع میخوام یه ذره صحبت کنیم تو لایو امشب ما. امیدوارم مورد علاقه شما عزیزان باشه. خوشگلم، من برات فرستادم. بعضی اوقات این یه خود تکنیکا، کار تکنیکی خود ایراد بعضی اوقات ایجاد میشه، ولی طوری نیست. به به، من برای شما دوباره میفرستم فاتی جان. من دوباره اینوایت براتون فرستادم. خوشگلم. به به، اومدم فاتی جان. سلام. درود سلام از عزیزم. خوب هستی عزیزم؟ مرسی، خوبم، ممنون. شما چطوری؟ خیلی خوش اومدی. ممنونم، مرسی. عالی محبت. عالی. به به، چه فضایی جالب. عاشق باغچه و اینجور چیزا ما هستیم دیگه. سلامت باشی. مرسی. بله، آفتاب درست حسابی منم همین توی باغچه. عالی 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 عالی. زنده باشی. فاتی جون، خیلی خوش اومدی. من قبل اینکه شما بیاید برای عزیزان گفتم که ما امروزی که از سوالایی که میخوایم امروز توی لایومون داشته باشیم راجع به اینه که اصلا چطوری ما میتونیم به این بیزنس آنلاین خودمون، همین کار اینترنتی خودمون، یا اصلا به هر بیزنس دیگه ای بتونیم اعتماد کنیم و چطوری باید، چه چیزایی رو باید بررسی کنیم، چه نکاتی رو باید توجه کنیم وقتی که بخوایم وارد بشیم. ولی قبل این من یه چیزی رو میخوام بگم. جان قربان، من به شما تبریک میگم، درآمدتون 3 برابر شد. چه احساسی ممنون. داری فاتی جون؟ ممنونم. سلامت باشین. لطف دارین شما. خب طبیعتا احساس خوب دارم. اول از شما، از کوچ عزیزم، از هر دوتون، راهنماییاتون. همین بدون آموزش که نمیتونستم به این مرحله برسم. قدردانتونم. از شما عزیزم تشکر میکنم. و خب طبیعتا خیلی خوشحالم دیگه. مراحل خیلی. اولیه، خب ماهای اولیه که شروع میشه، هر کاری اولش سخته تا آدم راه بیفته. همین که استارت رو زدم و راه افتادم، خودش برام خیلی ارزش داره. شما باید بگم که خیلی پشتکارم داشتی فاتی جون، خیلی پشتکار داشتی و روزی 1-2 ساعت وقت رو گذاشتی براش. واقعا این واقعا من واقعا تحسینتون میکنم که چون که آدم باید این وقت، بعضی ها نزن وقتی که وقت نمیزه، بعضی ها میگن که مثلا چرا به نتیجه میزه، ولی عالی بود. آفرین، خیلی شما لطف خوشحالم. دارید. ممنونم. شما لطف داری. بعضی روزا 3 ساعت 4 ساعت، چون ساعتم اختیارم دست خودمه. مثلا اون دقیقاً. ترینینگا، دیلی تراپا، من بعضی وقتا هر کدومو 2 بار گوش میدادم و انجام میدادم. پرفکت، عالی. و این اشتیاقی که شما برای اون وای اولتون، چرای اولتون رو که خواستین توی این بیزنس بیاین، بله. این بیشتر مهمترین دلیلی هستش که آدم بیشتر دوست داره براش تلاش کنه و وقتی نتیجه میبینه واقعا چقدر به آدم مزه میده. دقیقا همینه که میگی. و قربونت. من از اول لایوم بودم، صدای شما رو داشتم، ولی حالا دیگه داشتی نمیدونم. آره. نمیتونسته، اشکال نداره. الان شما اینجا هستی عزیزم. فاتی جون، میخواستم بگم که به نظر شما چطوری ما میتونیم به این کار اینترنتی که مال ما هست یا اصلا هر کار اینترنتی دیگه چطور میشه اعتماد کرد؟ چه بله. نکاتی رو باید اصلا کلا بررسی کنیم؟ چه چیزایی رو باید فکرش باشیم قبل اینکه وارد یه بیزنس بشیم؟ یه حالا آنلاین باشه، حالا آفلاین باشه، حالا هر چی باشه. بله. بله. به نظر من وقتی که به من، حالا هر کس، شمای عزیز، خواهرم، دوستم، همسایه، آنلاین، آفلاین، هر کس به من یه پیشنهادی رو میکنه، من به شخص خودم
سعی میکنم چند تا قبل از اینکه به اون شخص، به عزیزترین کسم که شمایی، خواهرم و هر کسی اعتماد کنم، خودم راجع به اون مسئله تحقیق کنم. مثلا مثال واضح بزنم، حالا چه کار الانمون، چه کارهای هر کسی دیگه، یه دوستی آشنایی گفته باشه، تبلیغاتی دیده باشه. اول میام به چند نکته توجه میکنم. مثلا به سابقه اون شرکتی که داره میگه، این سابقه اون شرکت چیه، قدمتش چند سال است، این برام خیلی مهمه. بعدش میخوام ببینم چه محصول و خدماتی داره. بعدش میخوام ببینم آیا شفاف برای من توضیح داده میشه. بعدش میخوام بدونم آیا خدمات و پشتیبانی داره، آموزش داره. بعدش میخوام ببینم چه وعده هایی به من داره میده، وعده های حقیقی، غیر واقعی، غیر واقعی. معذرت آفرین. میخوام راحت حرف میزنم، نه نه دروغه. درستی، واقعا حقیقتشو. چون تو هیچ کاری نابرده رنج گنج میسر نمیشه و تو هیچ کاری یه شبه آدم نمیتونه پولدار بشه. انقدر این روزا همه جا پره میان میگن ما شما رو تا آخر هفته به این مبلغ، به این درآمد میرسونیم، قطعا اونو جمع میکنم، اصلا سراغش نمیرم، اصلا سراغش نمیرم. در آخر این مسائلم بازم با این وجود همه اینا رو دونه دونه توی ذهنم میارم، مرور میکنم، نگاه میکنم، درست و غلطش رو تو ذهن خودم نتیجه گیری میکنم با آگاهی و تحقیق بیشتر، حتی شده با مشورت. مثلا تو پیج شما وارد میشم، با 2 تا 3 تا از آشناهایی که مثل شما تجربهشون بیشتر از من، از اونا راهنمایی میخوام. بعد بله. آخرش یه نتیجه گیری میکنم. من خودم به شخصه خب خیلی وقت خود گفته بودم با این بیزینس آشنا شده بودم، ولی با کلمه شاید بگم درست نباشه، ولی اعتماده دیگه، مسئله بله اعتماده. بله بله. تا یکی از دوستان خودم رو دیدم، تحقیق کردم، بعد وارد این کار شدم. دقیقا دقیقا شما نکات خوبی رو گفتی، همه این نکاتی رو که همه رو گفتی، ولی همین نکاتی که گفتی، تجربه افراد یا کسانی که توی اون بیزنس آلردی، یعنی در واقع بودن، از آدم از اونا هم بپرسه که دقیقا. این خیلی، اینم خیلی نکته خوبه دیگه. همه رو شما گفتین. و یکی هم که دقیقا همونی که منم، اگر مثلا وقتی که یه نفر بیاد توی یه بیزنس آنلاین مثلا بگه دقیقا سریع وعده درآمد سریع رو و تضمینی رو به شما بده، خب اون یه ذره جای چی میگن شک. تأمل داره، شک داره که بله. باید راجبش حرف زد. و واقعا هم همه چیز دقیقا همه این چیزهایی که شما گفتید دقیقا درسته. منم اگر خواستم، منم خودمم به این فکر میکردم که وقتی که بخوام وارد یه بیزنس آنلاین بشم، اول از همه ببینم اون شرکتی که من میخوام باش کار کنم، اون کمپانی که من میخوام باش کار کنم، اصلا کی تأسیس شده، چقدر سابقه داره، کارش رو توی بازار چجوری جواب داده. خب اینا رو شما وقتی که وارد دوره همون 30 روزه میشی، اینا رو خیلی فادیشون عزیزان خیلی شفاف میتونن بیان ببینن که اصلا کمپانی ها چقدر سابقه کاری دارن و مدل درآمد، آیا مدل درآمدزاییشون شفافه، و اونجا تو همون دوره 30 روزه متوجه عزیزان میشن. بله دقیقا. ما این همه که میگیم دوره 30 روزه‌ای که ما داریم بیاین، ویدیوها و کلیپ هایی به زبان شیرین فارسی خودمون براتون میفرستیم، دقیقا دلیل همینه دیگه. بیاین آشنا بشین، اطلاعات بگیرین، آگاهی داشته باشین، در نهایت خودتون تصمیم بگیرین. دوست داشتین وارد بشین، خیلی مقدم عرض میکنیم، خیلی خوش اومدین. دوستم نداشتین، جونتون سلامت، به راحتی بگید نمیخوایم، و اون مبلغی هم که پرداخت کردین برای دوره آزمایشی، $149 هم که پرداخت کردین، در اسرع وقت به حسابتون واریز میشه. دقیقا خیلی نکات خوبی گفت، نکته خوبی رو گفت. یکی دیگه از چیزهایی که من خودم قبل اینکه وارد این کار اینترنتی بشم دراپ شیپینگ رو میخواستم شروع کنم. وقتی که وارد شدم، اول بسم الله گفت شما باید یه مقدار خیلی هنگفتی رو پرداخت کنی، بعدن همه چیزم یعنی هیچ کمکی من نداشتم. منی که اصلا از کار آنلاین هیچی بلد نبودم، مثلا نمیدونستم چجوری باید انجام بشه، چجوری نشه، چجوری باید وبسایت، اصلا من یهو ترسیدم اومدم کنار. حالا یکی از خوبیایی که آدم میتونه بهش اشاره که شما هم اشاره کردین، همین خدماتی که ما دریافت میکنیم، این بله. زوم های هفتگی رو که داریم، این کمک همون منتور کوچی که ما میگیریم، خب این خیلی مهمه. بس یکی از چیزهایی که خیلی مهمه همین هستش که ببینیم اصلا بیزنسی که ما میخوایم باشیم، آیا من توش گیر کنم
آیا واقعا کسی هست به من کمک کنه؟ آفرین، این دقیقا اصل مطلبه. علاوه بر زوم های هفتگی، یک یا دو بار حداقل ما تو هفته زوم داریم، علاوه بر اون دائما بنده خود شما که منتور منی، کوچ و عزیزم. منتور من به شخصه دارم میبینم بله. دائما در در خدمتم. ببخشید راحت حرف خواهش میزنم ولی میکنم، مخصوصا کوچ عزیز ما که واقعا خداییش سنگ تموم برامون همه رو گذاشته. واقعا واقعا هر لحظه اصلا قرار نیست من منتظر باشم تا وقت زوم هفتگیم برسه. یک یا دو روز اوایلی که شروع میکنم شاید برام کم باشه، خب من نوآموزم، تازه کارم، تازه وارد شدم دیگه. هر لحظه با پیام صوتی، با تلفن زدن، با نوشتن در جا به من جواب میده. اون لحظه هم که حتی خواب باشه تا بیدار میشه در اسای وقت به من جواب میده. خب این پشتیبانی و حمایت خیلی عالیه، مخصوصا تو مراحل اولیه. و دقیق. این باعث میشه که آدم وقتی تو این یک ماه دوره آزمایشی که وارد میشه اینا رو میفهمه، اصلا به قول خودمون قوت قلب میگیره، انگیزش میره بالاتر، آره عزیزم، راست میگه. خودش تنها حس نمیکنه. نه و نه. اینا واقعا عالیه. و یک دیگه هم راجع به مسئله اعتماد بگم که شما خودت تجربه شخصی خودت گفتید، دقیقا من خودم هم همینطور. چون من یه چیزی حدود بیشتر از 20 ساله که اینجام توی آلمانم دیگه. اون اوایل مثلا، حالا اوایل که بگم 4-5 سال پیشم حتی همینجور با خودم فکر کردم، گفتم که یه کاری از تو خونه داشته باشم، دوست ندارم برم بیرون، تو خونه تو باغچه برای خودم، اختیارم دست خودم باشه. اومدم تو اینترنت از 2-3 نفر شنیده بودم، بعدش گفتم بذار تو اینترنت نگاه بکنم ببینم چی به چی. برای من چند مدل نوشتم، به زبان آلمانی نوشتم برای کار کردن از توی خونه. چند مدل کار رو برام داد، من نپسندیدم. دوباره یه سری به من داد، مونتاژ میگیم، مونتاژ کردن قطعات، مثلا آره. خودکار یا حالا هر چی، وسایلای اسباب بازی تزیینی آرایشی، اینا بفرستن در خونه برای من بیاد. مثلا من خودکار و نی خودکار رو با اون فنرش، با اون سرپوشش، درپوشش، اینا رو هم بذارم. با خودم گفتم خوبه، چقدرم قشنگ، من اینجا میشینم تو باغچه، هوای آزاد، اینا هم روزی 1-2 ساعت انجام میدم، سرگرمم میشم برای خودم. گفتم خیلی خوب باشه، پس شما چه امکاناتی دارید؟ چی کار باید بکنم؟ قرارداد میفرستین؟ چی کار باید بکنم؟ چه چیزایی نیازه؟ میدونیم به من چی گفت؟ از اینجا آدم باید، یه نکته است اینجا، این خیلی مهمه. آدم وقتی میخواد با کسی کاری رو شروع کنه، قرارداد ببنده، اولین چیزی که از آدم میپرسن، میگن مدرک شناسایی چیه؟ ما دقیقا. میگیم اصلا اینو از من نخواست، اصلا نخواست. من اونجا ویز ویز مغزم بله. جا خورد که پس باید بیشتر دقت کنم. گفتم که چه چیزایی لازم داریم؟ گفت هیچی، ما فقط شما آدرس خونه رو برای ما بده، بعد ما برای شما یه شماره حساب میفرستیم، شما یه مبلغ برای من اینجا وارد کن، من جنس رو میفرستم در خونه شما، میاد هر جای آلمانم باشی مهم نیست. گفتم شما کدوم شهری؟ گفتش که من توی هامبورگم، یه شعبم تو فرانکفورت داریم. گفتم خب من توی شهر کلنم. گفت اشکالی نداره، هر جا باشه میفرستیم. خب این حرف طبیعی بود، میتونست هر آره. جایی که بفرسته، ولی این که هیچ مشخصاتی از من نخواست، فقط به من گفت که اسم و فامیلی تو برام بفرست، و آدرس خونه رو به من بده، این شماره حساب و پول واریز کن، تا پول برسی دست برسه برای من تو همینجا بفرستی، تو همین ایمه من در جا برای بفرستم میاد در خونه. من از اونجا شک کردم که 100% این کلاهبرداری و کلکه. مگه میشه؟ تریکی بود اصلا، خیلی اصلا. دقیقا دقیقا یه تریکی بود. این تجربه هم بود. بعد یه بنده خدای دیگه 3 ماه دیگه اومد، یکی از دوستان گفتش که دنبال کار آنلاین اگه هستی، یه چنین کاری چیزی هست. گفتم کدوم؟ دیدم اونم همین تو دام این بلای افتاده، نجاتش دادم. گفتم نکنی این کارو. اول ازش پرسیدم، گفتم ازت آسپایس کارت شناسایی خواست؟ گفت نه، خیلی آدمای خوبی هن، هیچی نخواستن، گفتن فقط پول واریز کن. گفتم بهت گفت این پول رو بابت چی واریز کن؟ گفته اگه یه وقت خرابی بود، مثلا شما از 1000 تا خودکار به ما 950 تا دادی، خوب نتونستی سرهم کنی، این پول بابت اونه. گفتم مگه میشه؟ هنوز جنس نیومده در خونه، تو میخوای آره. برای این کار کنی؟ گفتم تو میخوای برای اون کار کنی، زحمت بکشی، اون باید برای تو پول واریز کنه. هیچی نشد. دقیقا. پس از این کلک ها زیاد هست اینا. خب این بله. چه پشتیبانی، چه چیزی، اینا همه مشخص.
داد میزنه کلکه دیگه. نه دقیقا همینطور. یا مثلا بعضیا میگن که مثلا میگن خب شما مثلا شد دیگه که مثلا منم همینطور همش دنبال کار آنلاین بودم دیگه که میگشتم که مثلا آره شما اصلا کسی که از شما اسم چی میگن کارت شناسی یا چیزی رو نخواد، اون خیلی مشکله. اون یعنی بله. یه جایی کار ایراد داره و منم یه همچین چیزی رو واقعا بهش توی موقعی که داشتم دنبال کار، من واقعا خیلی فاتیجو من واقعا میخواستم کار کنم، یعنی یه کار پلن بی داشته باشم، اصلا میخواستم هر کاری باشه ولی دیگه یعنی هر کاری یعنی کار که مثلا بتونم انجام بدم، ولی دیدم نه اصلا خیلی سخته که بشه اعتماد کرد و اینا از این حرفا. و خوبی این کار ما، شما وقتی تو کار ما میان عزیزان، از شما کارت شناسایی، شما وقتی پرداخت میکنی تو اون دوره 3 روزه مثلا وارد میشین، به شما رسید داده میشه که وقتی که اگر مثلا در از 30 روز نخواستی، حالا به هر دلیلی شما دلتون نخواست که برید، که پولتون دقیقا به حسابتون برگردون میشه. یعنی اینقدر همه چی اینجا واضح و روشنه. اصلا از همه مهمتر نکتهش اینه که چون شما خودت از طریق حساب بانکی پرداخت میکنی، و اگر نخوای دقیقا خودت میتونی پولتو برداشت کنی. این خیلی مهمه. اینم خیلی ممنون. مرسی فاجی جون، خیلی نکات کلیدی رو ما اینجا عنوان کردیم و امیدوارم که عزیزان بهشون به درد خورده باشه این موضوع لایو ما. اگر سوالی بازم دارن و دوست دارن بیشتر راجع به این کار اینترنتی ما بپرسن یا ببینن که اصلا این دوره‌ای که ما همش صحبت میکنیم دوره 3 روزه منظورشون چی هستش و اینا، با کمال میل با ما تماس بگیرن. ما با کمال میل کمکشون میکنیم و راه بهشون نشون میدیم و اگر خواستن وارد میشن، اگر نخواستن به قول شما میگن خدافظ، میرن و بله، میرن راه خودشون. دقیقا منیر جون، دقیقا همینیه که میگی. مرسی. دقیقا. چیزی هست که اضافه کنی فاتی جون؟ خیلی ممنونم، شما اصل مطلب و همه نکته ها رو ادا کردین. من مرسی ازتون عزیزم. ممنونم بابت وقتی که برام گذاشتی، بابت خواهش میکنم صحبتایی عزیزم. که منم بازم نمایی. بیشتر بازم از این همش اینجا برای من نوت میاد. بازم از ته دل به شما آرزوی موفقیت میکنم، بهترینا رو به بالاترین درجه برسی و تبریک به بهتون امید میگم خدا عزیزم. سلامت باشین، با هم چنین انشالله به زودی به رنگ صورتی برسیم. انشالله انشالله. عزیزان، خیلی خوشحالم همه عزیزایی که توی لایو ما بودن. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا چهارشنبه دیگه، یه لایو دیگه، یه موضوع دیگه. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. شب و روزتون خوش. بدرود عزیزان. بدرود عزیزم، ممنونم. مرسی. خدا نگهدار. خدا نگهدار.